ولایت نورستان با طبیعتی بکر که ترکیبی از جنگل و کوه است و با خانه‌های منحصر به فرد یکی از زیباترین ولایت‌های افغانستان هست. ولایت نورستان در شمال شرق افغانستان قرار دارد و یک منطقه تاریخی است که در دوره‌های مختلف و نام‌های مختلف مسمی گردیده است و به لحاظ جغرافیایی منطقه‌ای کوهستانی با جنگل‌های انبوه است و چندین رودخانه از کوههای آن سرچشمه می‌گیرد. نورستان از نگاه موقعیت جغرافیایی یک منطقه کوهستانی است که در زمانهای قدیم به نام بلور یا بلورستان یاد می‌شد و چون برای مدت‌ها مردم آن به ادیان باستانی خود باور داشتند، انحصارگران دین آن را کافرستان می‌گفتند. اما باید گفت که بلوریان تنها به منطقه نورستان نه، بلکه بعضی مناطق کنر، چترال و کاپیسا نیز مربوط ولایت بلورستان بود. امیر عبدالرحمن پادشاه مستبد افغانستان این منطقه را بعد از عملیات نظامی خونین در تصرف خود درآورد و به زور مسلمان ساخت. از آن به بعد به نام نورستان مسمی شد. قسمت اعظم نورستان از دره‌ها، کوه‌ها و تپه‌ها تشکیل شده و دارای زمین‌های کم زراعتی است و یک تعداد دریاها در آن جریان دارد که پل‌های چوبی بر فراز آن ساخته شده است. زبان اصلی مردم نورستان نورستانی است، اما علاوه بر نورستانی اقوام پشه‌ای، پشتون و تاجک نیز در این ولایت زندگی می‌کنند و زبان آموزشی و اداری در این ولایت پشتو میباشد. مساحت ولایت نورستان 9267 کیلومتر مربع و نفوس آن در حدود 400,000 تن تخمین شده، اما تعداد زیادی از باشندگان این ولایت در ولایات ننگرهار، لغمان و کنر زندگی می کنند. پارون مرکز ولایت نورستان می باشد. این ولایت در شمال با ولایت بدخشان، در شرق با چترال و منطقه کشمیر پاکستان، در جنوب با ولایت کنر و در غرب با پنجشیر، کاپیسا و لغمان همسرحد است. این ولایت به شمول مرکز از 8 واحد اداری تشکیل شده که عبارت است از پارون مرکز آن، کامدیش، پرگمتال، دواب، نورگرام، واند، ایگل و مندول. اقلیم نورستان ملایم هست و بخش‌های شمالی نورستان در زمستان بسیار یخ و درجه حرارت آن تا -10 می‌رسد. در فصل زمستان بارش شدید برف باعث بسته شدن اکثریت راه‌های مواصلاتی آن می‌شود. هوای این ولایت در زمستان شدیداً سرد و در فصل‌های دیگر سال معتدل و برخی مناطق آن در تابستان بسیار گرم می‌شود. در ولایت نورستان 211 باب مکتب رسمی وجود دارد، اما در حدود 35 باب مکتب این ولایت به دلیل ناامنی‌ها مسدود بوده و تنها 65 باب مکتب در نورستان تعمیرهای ابتدایی دارند. همچنان در این ولایت 20 باب مدرسه دینی، 2 لیسه مسلکی زراعت و 3 دارالمعلمین نیز وجود دارد و تعداد شاگردان ثبت شده در این ولایت به 72843 تن میرسد که 44220 تن آن ذکور و 32623 تن اناث می باشد که اکثراً بنا به دلایل فقر و امنیتی به مکتب نمی روند. تعداد معلمین این ولایت به 1270 تن می رسد که از جمله 120 تن زن
و متباقی مرد است. همچنان از جمع آنان 30 تن مرد و 4 تن زن معلم مسلکی می باشد که اکثراً به دلایل امنیتی به وظیفه حاضر نمی شوند. اما در بخش تعلیمات اسلامی، مراکز سربازگیری ترورستان و کمک کشورهای خارجی استفاده جو 190 استاد وجود دارد که تنها 12 تن آن زن است. زراعت. قسمت اعظم مناطق نورستان جنگلزار و زمینهای زراعتی در آن کمتر است. جنگلات این ولایت شامل جلغوزه، چهارمغز، ارچه، ناجو، بلوط، شیشم، گل بید، چنار، نیمه چنار و همچو درختهای دیگر هست. باغات میوه تازه در ولسوالی نورگرام نورستان غربی وجود دارد و یک تعداد مردم این ولایت مصروف مالداری می باشند. صنعت. مردم این ولایت به ویژه زنان نورستان مصروف صنایع دستی چون تهیه تکه‌های پشمی و نخی می باشند که در ساخت لباسهای محلی از آن کار می گیرند. معادن زیادی در ولایت نورستان وجود دارد که به شکل غیر فنی و غیر قانونی توسط جنگ سالاران، زورمندان و متجاوزان خارجی استخراج می شود. نورستان با وجود دارا بودن معادن زیاد و مساعد بودن شرایط طبیعی برای ساخت و ساز فابریکات صنعتی، اما تاکنون به دلیل امنیتی هیچ فابریکه در این ولایت ساخته نشده است و تنها پکول و چپن در این ولایت به شکل دستی تولید می شود. کلتور. رسم و رواج، عادات و فرهنگ مردمان این ولایت با سایر مناطق کشور تفاوت‌هایی دارد. بیشتر مردم این ولایت مالدار هستند. خانه‌های 2 منزله چوبی اعمار شده و روی چپرکت می‌خوابند و سر میز نان می‌خورند. لباس‌های آنان از پوست و پشم‌های حیوانات ساخته شده است. مردان آن از پکول استفاده کرده و پدر دختر از پدر بچه یک تعداد مواشی من حیث تویانه می‌گیرد. خویشاوندان و دوستان خانواده عروس و داماد بز، گوسفند و یا مواشی دیگر من حیث تحفه به آنها می‌دهند. آن را حلال کرده و بعد آن را به 24 قسمت تقسیم و برای پختن در دیگ انداخته می شود. گوشت را نیم خام کرده و بعداً برای هر قسمت گوشت یک فرد ویژه ایستاده و آن قسمت را به همین فرد مشخص می دهند و در عروسی به جای نان تنها گوشت داده می شود. مردم این ولایت می توانند که به خانه‌های یکدیگر بدون کدام مشکل رفت و آمد نمایند. زنان این ولایت از مردم بیگانه روی نمی گیرند و مثل یک انسان عادی وارد مراودات انسانی می شوند. فعالیت‌های دیگر فرهنگی در این ولایت صفر است. تنها یک رادیو در نورگرام و یک رادیوی دولتی در پارون فعالیت دارد. این ولایت از موسیقی ویژه محلی نیز برخوردار است که با سامانالات ویژه چون دب و تنبل کوچک در روزهای شادی نواخته می شود و علاقمندان خاص دارند. علاوه بر آن نواختن توله و یک نوع ستاره خاص که در نورستان ساخته و به نام واج یاد می شود نیز در موسیقی محلی نواخته می شود. ورزش. بازی‌های مختلف محلی چون خوسی، توپ دنده، واوروکی
همچون دیگر ولایت در نورستان مروج هست و مردم این ولایت به والیبال نسبت به ورزش‌های دیگر علاقه بیشتر دارند و همچنان در سالیان اخیر بازی کرکت مانند. سپاس از این که بیننده ما بودید و فراموش نکنید برای دیدن گزارش‌های داغ و تازه از افغانستان و جهان کانال افغانستان پرس را در یوتیوب سابسکرایب کنید. فاطمه هاشمی، افغانستان پرس.